سلام دوستان عزیزم، به چنل یوتیوبم خوش اومدین. انشاءالله که یک سه‌شنبه خوب و عالی رو در کنار هم داشته باشیم. دوستای عزیزم، امروز که سه‌شنبه است حتما یه دونه تخم مرغ بشکن، یک کم اسفند و یک کم نمک با یه دونه تخم مرغ بذار توی یک کیسه فریزر بنداز بشکن. انشاءالله که هرچی چشم زق و چشم نظر از خودت و خانوادت دور میشن. بعد که تخم مرغ شکندی 7 مرتبه آیات الکرسی بخون، 3 مرتبه هم صلوات بفرست. اگر میخوای به عشقت برسی کافیه که سوره یوسف رو بخونی. سوره یوسف رو بخون و به عشقت برس. اگر رزق و روزی زیاد و فراوان میخوای سوره دخان و سوره واقعه رو بخون. دوستان سوره 8 رو اگر روزی 1 مرتبه بخونین و 3 آیه آخرش رو داری میخونی، دستت بذاری رو سرت 3 مرتبه 3 تا آیه آخر رو بخونی، برای شفای مریض خیلی خوبه. اگر مریض دارین تا حالا خوب نشده، حالش بده، حالش خرابه، براش سوره 8 رو بخونین. و همچنین برای سلامتی خودتون و خانوادتون روزی 1 بار سوره 8 رو حتما بخونین. برای سلامتی عالی سوره 8. برای برآمدن کل حوایج، کل مشکلات، به خصوص اونایی که مریض دارن، شفای مریض سوره 8 اگه میتونی روزی 1 بار بخون. برای سلامتی خودت و خانوادت هم عالیه. سوره 8 رو حتما بخون. خواهیم با هم چله سوره واقعه رو بگیریم. روزی 1 مرتبه تا 40 روز. هر روز 1 مرتبه با هم سوره واقعه رو میخونیم. انشاءالله که بخونی رزق و روزی و ثروت فراوان بیاد تو خونه زندگیتون. سوره واقعه روزی 1 بار تا 40 روز. اگر حالت بده و از خونه فرار میکنی، انرژی منفی تو خونتونه یا خونتون سنگینه، دوست نداری اصلا تو خونه وایسی، کافیه 50 آیه از سوره بقره رو بخونی. و اگر صدای اذان از تلویزیون داری میشنوی صداش زیاد کن، بذار تو خونه بپیچه صدای اذان. این باعث میشه هرچی سنگینی از خونه بره بیرون، هرچی انرژی منفی از خونتون بره بیرون. گره کور افتاد تو کارتون، گره کور، خیلی گرفتاری، خیلی مشکل داری، مشکلاتت خیلی زیاده. هر روز 12 مرتبه سوره توحید رو بخون. ببین چجوری مشکلات دونه به دونه باز میشه. حل مشکلات با خوندن سوره توحید خیلی هم راحت و آسونه. 5 دقیقه هم وقتتون نمیگیره. احساس میکنی تو کارات گره افتاده، گره کور داری، احساس خستگی و کسلی داری، یا احساس میکنی که سنگینی اومده به احساس سنگینی بهت دست میده، سرت درد میکنه. یه راهکار ساده رو میخوام بهتون بگم، آسون. 1 کم سرکه و کم نمک، روش 7 مرتبه آیات الکرسی بخون. بعد بپاش دور بر خونت، زیر تخت خواب، تو اتاق خواب، هر جای گوشه خونه بریز. هر چی سنگینی و انرژی منفی از خونتون دور. همیشه یه گوشه از خونتون یه کم نمک بذار هر چی سنگینی از خونتون بره بیرون. یه کم بذار تو آشپزخونه، بذار هر چی انرژی منفی از خونه و آشپزخونه فراوانی جذب ثروت و برکت. چیکار کنیم؟ چوب دارچین بسوزونیم. برای بدشانسی و بدبیاری 1 کم پوست پیاز بسوزون. برای جذب عشق و برگردوندن معشوق کافیه گلای خشکیده رزو بسوزونی. به دست آوردن شغل کافیه 1 بار هر روز آیات الکرسی بخونی. بخون و یه شغل خوب گیرت بیاد. 2 تا نذر که ردخور نداره. نذر صلوات روزی 100 مرتبه تا 40 روز. هر حاجتی داشته باشی حاجت روا میشی با نذر صلوات. یه نذرم نذر سوره یاسینه. 14 یاسین نیت میکنی، 7 تاشو میخونی به نیت مشکلاتت، 7 تاش هم گرو نگه میداری. هر وقت حاجت گرفتی که انشاءالله میگیری، اون 7 تا یاسین هم میخونی. هرچی گم کردی، پول، کارت ملی، کیف، اسناد، شناسنامه،
کافیه یه سوره یاسین رو وا کنی، به هر جای مبین که رسیدی یه چاقو برداری 7 مرتبه بکوبی به زمین. انشاءالله که سریع پیدا میشه. 7 مبین توی سوره یاسینه. به هر 7 که رسیدی دونه بدونه 7 بار چاقو رو بکوب به زمین. انشاءالله که اون چیز گم شدهتون پیدا میشه. چله خونه دار شدن که خیلی خوبه دوستان. آیه 29 سوره مؤمنون، روزی 25 مرتبه بخون و خونه دار. اگر بچه دار نمیشی، مشکلات سخت داری، خونه نداری، مشکلات گره های کور داری، 3 بار سوره توحید و 3 تا صلوات میفرستی تا 40 روز. انشاءالله هر چی مشکل داری مشکلاتت حل میشه. اگر تو هر کاری بدشانسی میاری، 1 کم نمک بردار، کلید خونتون رو با نمک بغلتون، تو نمک بغلتون، بعد بتکن، نمک رو بپاش دور بر خونت. انشاءالله هر چی انرژی منفی از خونتون دور میشه، در عوض انرژی مثبت فراوون میشه تو خونتون. اگر با من آمنه گیلکی همراهی، کافیه چنل یوتیوب ما فالو کنی. التماس دعا، روز خوبی داشته باشین.